درود به کل بینندگان عزیز تلویزیون ورزش. برنامه نوبتی ترانسفر در عمل فراگیر بازاریکنی‌های تابستانی لیورپول انگلیا می باشد که این دسته مقتدر انگلیسی در ترانسفرهای قبلی تا کجا موفق شد و تا کدام اندازه ناکام گردید. ولی سرآغاز سخنها سر گزارش‌های مهمترین تابستانی لیورپول که البته پس از سپری گردیدن قسمت معین موسم وقتی تحلیل آن رسیده است، ما اینجا از کل عملکرد جانب مرسیسایدی در بازار میگوییم که در عموم 21 بازیگر کسبی از این تیم رفت و آمدی خاصه داشتند. نخست میگوییم که به صف لیورپول 9 بازیگر خودی مهلت اجارهشان به انجام رسیده بازگشت نموده. در این برابر مرسیسایدی ها وینگر قسمتی چپ هاروی الیوت را بازگشت به تیم نموده. همچنین دفاعگری مرکزی ابراهیم کناته را برای عوض 40 میلیون یورو از RB لیپزیگ خریداری نمودند. از میان بازیگرانی از دسته جواب داده شده باشد، لیورپول 10 بازیگر خود را از زمره وینگری سمت راست هری ویلسون برای عوض 14 میلیون یورو به فولخم، حمله‌ور مرکزی تایو اوانی با ارزش 6.5 میلیون یورو به اونیون برلین، وینگری سمت چپ جردن شکری با نرخ 6 میلیون یورو به لیون، نیم حمایتگر تکیه‌گاهی مارکو گرویچ به پورتو، نیم حمایتگر مرکزی جورجینیو وینالدوم چون فوتبال باز آزاد به پاریس سن ژرمن، ریس ویلیامز و شی اوجو به اجاره به تیم‌های سوانزی و میلول روان کرده شده. دفاعگری مرکزی آزان کاباک با انجام مهلت اجاره به شالکه بازگشت نمود. با ادامه سخن سر گزارش‌های انجام داده لیورپول در علاهیدگی میتوان گفت که یکی از تغییرات‌های چشم‌رس در دسته لیورپول این فروش جردن شکری برای عوض 6 میلیون یورو به المپیک لیون میباشد. نفری که 3 سال قبل برای عوض بیش از 14 میلیون یورو از استوک سیتی به لیورپول گزارش نمود و تا موسم قبلی پیراهن سرخ به بر داشته بود. شکری در مسیر 3 موسمی برآمد با پیراهن‌های مرسیسایدی قهرمان انگلیا، غالب لیگ قهرمان‌ها، برنده جام جهانی باشگاه‌ها و سوپر جام اویفا شده است. ولی نوابسته از این در تیم کلوب هیچ وقت بازیگر هیئت اساسی نشده بود، چیزی که البته باعث به پا خستن ناراضگی خاصه بازیگر تنومند شویتزاری و برآوردن قراری رفتن شده بود. فهمیدن ضرور است که چرا جردن شکری در صف تیم اساسی دسته کلوب موقع پیدا کردن نتوانست و تا کجا چنین قراری گزارش درست برآمد. در تابستان قبلی هرچند که از دست رفتن جردن شکری برای لیورپول تاثیرگذار نشد، ولی قراری از دست رفتن جورجینیو وینالدوم چون فوتبال باز آزاد از لیورپول بهر جانب کلوب پیامدهای اصلی را بر جای گذاشت. جینی وینالدوم که تابستان سال 2016 برای عوض 27 از 150 میلیون یورو از نیوکاسل به لیورپول آمده بود، به صفت یکی از مهمترین فوتبال بازان دسته اولیه و شرفمندی‌ها در انگلیا اروپا صاحب آمار 237 بازی، 22 گل و 16 پاس گل‌آور است. نوابسته از مهمیت خاصه برای دسته کلوب، وینالدوم اخیراً از تمدیدکنی شرطنامه با لیورپول دست کشید و دسته ثروتمند پاریسی را انتخاب کرد. لیورپول را کنار گذاشتن وینالدوم به نظر شما چه پیامدهای ناجای را برای جانب سرخ‌ها در میان می‌گذارد؟ اما از دست دادن جینی وینالدوم هرچند که تلفات چشمرس برای تیم مرسیسایدی می باشد، یگانه خریداری لیورپول در تابستان نفری با اعتماد را در همراهی ون دیک و تیم کلوب آورد و این هم ابراهیم کناته می باشد که به لیورپول از RB لیپزیگ برای عوض 40 میلیون یورو آمد. دستپروری دسته ساشای فرانسوی که هنوز در سال 2017 به پول به RB لیپزیگ گزارش انجام داده بود، در مسیر 4 سالی برآمد در تیم نوظهور بوندسلیگا به درجه از خود نشان داد که در لیورپول برای همصفی با اعتماد ون دیک پرمهارت بودنش همگان باور کردند. نفری که در مسیر فعالیت در فوتبال آلمانی 95 بازی دایر نموده و 4 گل و 1 پاس گل‌آور در آمار دارد. موضوع نوبتی قابل بررسی برای دسته پرقدرت مرسیسایدی این سخنها سر برآمد بازیگر ژاپنی تاکومو مینامینا است. زاده 26 ساله شهر اساکا که هنوز زمستان سال پار برای عوض 8.5 میلیون یورو از RB زالتسبورگ به لیورپول کوچیده بود، در دوران اولی برآمد فرصت‌های نه آنقدر برقرار را از سر گذرانید. محض به خاطر کسب تجربه و مطابق شوی خاصه با فوتبال انگلیسی، مینامینا به اجاره به ساوثگمپتون روان کرده شد و حتی سخنها سر فروش بازیگر ژاپنی هم میرفت. ولی دوران موفق اجاره‌ای تاکومو دیگر باره ستاد مربیان کلوب را باور کنانید که یکی از بازیگران موفق آسیایی در اروپا امکانیت دیگری پیدا کند.
عین حال باشد مینامینو چون فوتبالباز هیئت احتیاطی به حساب رفته تا کجا چون این رفتی کار ادامه یافته میتواند. پس از انجام تحلیل ها و پیشکش اندیشات در خصوص گزارش های در تابستان انجام شده جانب مرسی سعیدی می‌سازد که به خاطر بررسی آوازه های نوی ترانسفری به موضوع دیگری را آورد. همین طریق لیورپول کلوب در آرمان بازیگری پرمهارت انگلیسی از بروسیا دورتموند است، ولی بنا به معلومات رسانه ها انجام دادن گزارش جود بیلینگهم بر عوض 120 میلیون یورو برای مرسی ساید ها نالازم خواهد بود. چگونه که گول با اقتباس از معلومات های رسانه آلمانی بیلد میگوید بروسیا جود را نمیفروشد، اگر که البته ارزش منفعت آور را در حدود 120 میلیون یورو در اختیار نداشته باشد. لیورپول باشد چطور روشن است چون این طلبات های مالیوی جانب مقابل را عملی کردن نمیتواند. دستپرور باشگاه بیرمینگهم سیتی جود بیلینگهم که تابستان سال 2020 برای عوض 23 میلیون یورو به بروسیا دورتموند آمده بود تا حال در صف زنبورها 63 بازی دایر نموده و 7 گل و 11 پاس گل‌آور در آمار دارد. به طور خلاصه میتوان پرسان شد که تا کجا این ترانسفر عملی شونده و منفعت آور برای لیورپول کلوب بوده میتواند. بررسی کل عامل‌های موجوده وابسته به گزارش‌های انجام شده البته خلاصه نهایی نبوده، بلکه اندیشه‌های انفرادی هستند که در خود جالبیت‌های خاصی را داشتند. اما خرید فروش‌های لیورپول را البته که روزانه ترانسفری میآمد میان موسم معلوم خواهد کرد. این بود فرجام برنامه ترانسفر در عمل. تنصت و پیروز باشید.